همیشه چه تو دنیای واقعی چه توی فیلم‌ها یه قاتل سریالی هست که همه ازش میترسن. تا حالا به این فکر کردی که امکان داره اون قاتل سریالی، اون قاتلی که همه رو میکشه و همه ازش وحشت دارن، یکی از رفیقای تو باشه؟ این یکی از عجیب‌ترین اتفاقایی بود که برای من افتاد. لامار، صمیمی‌ترین رفیقم، رفیق دوران کودکیم، تبدیل شده بود به یه قاتل دیوونه و همه شهر رو می‌خواست بکشه. این ترسناکترین و عجیب‌ترین اتفاقی بود که توی عمرم دیدم و این راز قاتل شدن لامارم آخر ویدیو بهتون میگم که چه اتفاقی افتاده. یک شب مثل بقیه شبا که با لامار بیرون بودم، وقتی که به خونه‌شون رسوندمش این اتفاق لعنتی افتاد. کاش اون شب هیچ وقت لامار رو ترک نمی‌کردم. وقتی که با لامار خداحافظی کردم همه چی خیلی عادی بود تا اینکه خداحافظ فرانکلین جان. هی خدا، عجب روزی بود، چه بارونی گرفتی. یا خدا چی خبره؟ خیلی خوب آقا، امروزم خیلی خوش گذشت. بریم دیگه خونه و اینو نگاه کن، به نظرم بهترین گزینه است. بریم بگیریمش. بیا اینجا ببینم، تو فکر کنم بهترین گزینه هستی. صدای چی بود؟ یا خدا. خیلی خوب. بستیش به صندلی دیگه. بذار این آزمایشه رو بکنم و اون آمپول رو بهش تصدیق کن. لامار جون فکر کنم یه کمی درد داره، زیاد تکون نخور. ای خدا، من کجا؟ اینجا کجاست؟ اینا چیه؟ مواد منفجر رادیواکتیو. سرم خیلی درد میکنه. چی بود به هم تزریق شد؟ نه 8 ساعت بعد. من کجام؟ اینجا چه خبره؟ میگم پسرم حالت خوبه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ این وقت صبح این پسره رو کی انداخت اینجا؟ چرا چشماش قرمزه؟ زیر چشات چرا انقدر کبوده و صورتت خونیه؟ پسر جان حالت خوبه؟ چی میگی پیرمرد لعنتی؟ بمیر ببینم. آشغال اسلحه داشتی؟ بمیر بابا. چقدر حالم بده. چه اتفاقی برای من افتاده؟ سرگیجه دارم. باید کجا برم؟ میخوام برگردم خونه. حالم اصلا خوب نیست، باید برم خونه. اینجا اصلا کجاست؟ من اینجا چیکار میکنم؟ دیشب زیادی یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده، ولی میدونم که من اینجا نبودم. باید اینجا خیلی سری خارج بشم. اینجا خود چه لوکیشن لعنتیه. باید برگردم خونه. اصلا حالم خوب نیست. بچه صبحتون بخیر. آقا چقدر خوابم میاد آخش. آقا دیروز خیلی روز خوبی بود. بالا ما رفتیم تنیس بازی کردیم، بعدش رفتیم گلف بازی کردیم و اینا خیلی حال داد. بچه توی کامنت شما بگید ببینم ورزش مورد علاقتون چیه و با رفیقاتون همیشه بیرون میرین یا میخواین ورزش کنین چه ورزش میکنین. من فوتبال رو خیلی دوست دارم، حالا بیشتر تنهای باشگاه و اینا میرم ولی کلا حال میده. بذار زنگ به لامار بزنم بیدارش کنم. آقا یکم اذیتش کنیم. الان 7:30 صبحم هست و به به بیدار شه. بردار دیگه لامار. حاجی خوابه بچه، این خوابه. مطمئنم لامار الان خوابه. نگاه جواب نمیده. جواب بده دیگه. تا الان باید بیدار میشد بچه. من زنگ میزنم این الان باید بیدار بشه دیگه. تو جواب نمیده؟ نه جواب نمیده. آقا ولش کن. یه کاری میکنم بچه، این که الان بیدار نشد حاجی کرمم گرفته، برم جلدر خونهشون و بیدارش کنم. میخوام اذیتش کنم. آقا برو بریم. میخوایم لامار رو بریم اذیت کنیم و ماشینمون رو برداریم و بچه‌ها تو کامنت بنویسید ببینم این ماشین چه ماشینیه، مدلش رو حتما بگید. و اینکه آقا صبحونه مورد علاقتون چیه؟ من املت و حاجی خیلی دوست دارم بچه، واقعا عاشق املتم. شما تو کامنت بنویسید صبحونه چیا میخوریم. من املت رو خیلی دوست دارم. تخم مرغ آبپزم بچه هر از چنگای میخورم ولی تازگی چون زیاد میخورم واقعا دارم متنفر میشم، ولی مجبوریم دیگه آقا به خاطر باشگاه و اینا باید بخوریم. ولی شما تو کامنت بنویسید صبحونه همیشه چی میخوریم. حاجی به چه آهنگی 7:30 صبح داشلی اومده و به دیگه بریم لامار رو بیدار کنیم. لامار بیدار شو. آقا تو کامنت ها لامار بیدار شو. زنگو بزنم. لامار بیدار شو. لامار خیلی خوابیدی، بیدار شو. ای لعنتی، این کی آخه داره در ما رو میزنه؟ چیه؟ چه مرگت فرانکلین؟ میکشمت. لامار رو نگاه حاجی تیپ زدی. اومدم بیدارت کنم، خواستم اذیتت کنم. میخوای اذیتم کنی؟ الان میکشمت. یو خدا حاجی چاقو در آورد. باشه بابا باشه، تو هم شوخی حالیت نیستا. حاجی عجب آدمیه. باشه لامار باشه. حاجی داشت با چاقو میومد سمت من که میدونم داشت شوخی میکرد، میخوام بکشمت. باشه ولی مهم اینه که بچا بیدارش کردیم دیگه. آقا ما بریم ادامه کارامونو برسیم و فقط هدفم این بود که بیام لامار رو اذیت کنم و بیدارش کنم. ای مردی که لعنتی، این فرانکلین من یه روزی میکشمش. فکر کرده که من نمیخوام بکشمش. من دیگه اون حوصله هیچ کسو ندارم. من هر کی ببینم میکشم. ای تو به چی نگاه کنی لعنتی؟ ها ببین تو هم داری نگاه کنی، همتون رو میکشم. من دیگه اون لامار همشگی نیستم. تو هم داری نگاه کنی. آره میخوای فرار کنی؟ فرار کن جوجه. بگیر بابا. از این به بعد من قاتل این شهرم. بیا اینجا جیگر. چاقو میخوای بخوری؟ بگیر بمیر. از همه چی متنفرم.
متنفرم، از همه چی متنفرم. هر کی بیاد جلو رو میکشمشون. اصلا حالم خوب نیست. میرم تو خونه، هر کی مزاحمم بشه به جان خودم دیگه این سری میکشمش. 8 ساعت بعد. ای بچه‌ها، میگم که تایم شب داره میشه. نظرتون چیه به لامار بگیم با لامار بریم بیرون؟ پسر من موافقم باهات. خیلی وقتی که لامار رو ندیدم. بهش بگیم بیاد بریم بیرون. آره منم میگم بریم بیرون. خیلی خوش میگذره با لامار. آره پسر جون بیایم بریم. بچه لامار دیگه الان باید خونه باشه دیگه. این پسر جایی نمیره که دیگه. منم رفیق صمیمیشم. 100% دوست داره با هم بیاد بیرون. بذار ببینم دیگه درشو نمیزنم. از همینجا میخوام صداش کنم. لامار پسر جون بیرون میای. نکنه خواب باشه. نه بابا خواب نیست. نه این لامار نمیخوابه. الان میاد بیرون. 2 دقیقه شما وایسین. ای لامار چیه؟ لعنتی با من چیکار داری؟ چی میگی؟ چی اومدی اینجا؟ ای لامار میای بریم بیرون؟ خفه شو لعنتی. بیرونه چی؟ ای لامار تو چیکار کردی؟ رفیقت کشتی. ای لعنتی رفیقمونو کشتی که. آره کشتم. خوب کردم. شما رو میکشم. وای باورم نمیشه. لامار دیوونه شده. لامار رفیقمو کش. این چه وضعشه؟ لامار تو چیکار کردی؟ رفیقمونو کشتی. لعنت بهت لامار. لعنت بهت. من دیگه با این پسر نمیگردم. این هممونو به کشتن میده. بعد به رفیقم بگم. باید یه کمک بگیرم. اون رفیقمو کش. به فرانکین. باید زنگ بزنم به فرانکین قضیه رو بگم. چه آهنگیه بسنم کی داره زنگ میزنه؟ الو جانم. سلام چطور فرانکین؟ سلام بفرمایید. من شما رو میشناسم. بابا منم جکی. جکی چان زنگ زده. جکی توی رفیق لاماره بچه میشناسم. جانم جکی چان چی شده؟ جکی چان خودته. نه میگم جکی جان. اون خب جکی جونم چی شده داداش بفرمایید. میگم فرانکین کمک کن. کمک چی شده؟ لامار رفیقمونو کش. لامار هممونو کشش. چی؟ لامار شما رو کش ها این؟ آره میدونم داداش. لامار اتفاقا منم کش. فرانکین جدی میگم لامار رفیقمونو کش. الانم داریم سراغ من. باشه بابا اومد سراغ منم. فکر کنم نفر بعدی دیگه من باشم. اومد سراغ من به خبرم کن. وای فرانکین کمک داره میاد. اومد سلام برسون. خدافظ. بچا چی داره میگه؟ از دست این لامار حاجی. این لامار سر به سرمون میذاره. این یه بار رفت آقا تست بازیگری داد. نفهمیدیم آقا. این یارو برگشت گفت که تو استعدادشو داری. اینم ولکن ما نیست دیگه. بچا بریم یکم آهنگ گوش بدیم. بابا اینجا رو نگاه کن. این رفیق کچلمونم که هنوز مغازش بازه. سیمیون جان بهتره که برم یه سلامی بهش برسونم. خدای شکرت امروز ماشین خوبی فروختیم و مون کلن چند تا 5 ماشین. اونم که دیگه ماشین خودمه دیگه. آقا خدای شکرت امروز مشتریامون واقعا خوب بود. اون کی اون باره خیابون وایساده؟ نمیتونم از دور ببینم. چقدر شبیه لاماره. لاماره افکام رفیقمونه. هی لامار این وقتی شب اینجا چیکار میکنی پسر؟ بیا اینجا ببینم. لامار با تو هم. پسر منو دیدید سیمیون جون؟ میام سراغت. هنوز حواسش نیست. میرم از کوچه باشی بیام. میخوام کل ماشیناشو خط خطی کنم. ای بابا از دست لامار اینم دیوونه شده. کجا رفتش؟ بودو رفت اون لامار. بابا میومد حداقل میرسوندنش. این بنده خدا پسر ماشین. چی بود؟ سب کن ببینم تو کی هستی؟ ماشینتو نابود میکنم. شیشه اینو آوردم پایین. نوبت بعدیه. دقیقا حال میده ماشین خراب کردن. آخ جون. اینم از این. لامار چی شده؟ چیکار داری میکنی؟ دیوونه شدی پسر؟ به آقای کچل میخوام تورم بزنم مرتی که. خدا بچه لامار چرا دیوونه شده؟ کمک این لامار چرا اینجور شده؟ چرا همچین کاری داره میکنه؟ باید خیلی سریع اینجا خارج بشم. باورم نمیشه داره ماشینمو نابود میکنه. با سنگ بزنم به پلیس. میبینم که ترسو در میره. ماشیناشو نابود میکنم. ماشیناش همشونو نابود میکنم. این از این. یکی دیگه هم به این میزنیم و خیلی خوب. به نظرم کافیه. برگردم خونه. کم کم داره خوابم میاد. واقعا هیچ کسی باورش نمیشد که لامار تبدیل به این هیولای ترسناک و تبدیل به این قاتل ترسناک شده. فرانکین جواب بده دیگه. باورم نمیشه لامار تبدیل به این هیولا شده. باورم نمیشه. به پلیس هم زنگ زدم اطلاع دادم. الان میرن جلوی مغازه. اگه لامار اونجا باشه میگیرنش. فرانکین جواب بده. حاجی جای حساسش. وای حاجی بابا گوشی کی زنگ زد؟ بابا من این گوشی. بذار اینم چی میگه. الو جانم سیمیون. بابا سکته کردم داشتم فیلم میدیدم. فرانکلین کجایی؟ بابا خونم دیگه. آخه این وقت شب من کجا میخوام باشم داداش؟ رفتم دارم زیر فرانکلین یه اتفاق خیلی بد افتاده. بابا چه اتفاق بدی؟ لامار حمله کرد بهم.
لامار حاجی این لامار نمیخواد ما رو ول کنه، این از اون موقع داره بازیگری. ببین سیمیون من خبر دارم لامار داره فیلم بازی میکنه، بهش بگو داداش لو رفتی، از صبحم لو رفته. فرانکلین چی داری میگی دیوونه؟ بازیگر چیه؟ لامار فیلم بازی میکنه چیه؟ میگم من جلوی مغازه کل ماشینامو خورد کرد. چی سیمیون داری جدی میگی؟ الان یعنی میگی لامار اومد جلو در مغازه کل ماشینا شیشاشو آورد پایین؟ آره دیگه بابا اصلا خیلی وحشی شده، بعد میخواست منو بکشه. ببین مطمئنی لامار بود؟ لامار همچین کاراکتری نداره بچه، لامار آزارش اصلا به یه مورچه هم نمیرسه. فرانکلین واقعا نمیدونم چه شده، من زنگ زدم پلیس، حالا اگه پلیس پیداش کرد میگیرتش، خیلی خطرناک شده این پسر. باشه حالا باشه سیمیون من فردا پیگیری میکنم، دمت گرم. باشه مراقب خودت باش، لامار اگه اومد خونتون در رو زد باز نکن. آها بچه فکر کنم الکی اینم داره میگه، داره بازیگر میکنه. باشه درو باز نمیکنم. آره این لامار رو باید به پلیس لو بدم. باشه دیگه مراقب خودت باش. خداحافظ. بچه این گفت میاد درو میزنه و اینا، شک کردم بهش، گفتم حتما این داره لامار دوباره یه تست بازیگری میکنه. آقا من دیگه این فیلمم نمیبینم بابا، ترسناک بوده. سکته کردم. آقا بریم بگیریم بخوابیم. اینجا رو نگاه کن، این یارو رو من میشناسم، این رئیس کل بانکه، لعنتی مطمئنم خیلی پول داره. اوه چه ماشینی هم داره، یه ماشین رولز رویس. بادیگاردش هم که اونجاست، این که فکر میکنه هیچکس نمیکشتش ولی من میکشمتون. بمیر لعنتی. با خیلی سری ماشین رو بردارم فرار کنم. رفتم تو دیوار که، ولی اب نداره اصلا مهم نیستش، این ماشین رو من نمیخوام. با خیلی سری فرار کنم پلیسا پیدا نکنن. همه رو میخوام بکشم و نابود کنم. آقا صبح همگی بخیر. آقا خدای شکر تو یک روز دیگه سیمیون جان زنگ زد. الو جان سیمیون. فرانکی اخبار نگاه کن. اخبار بابا چه اول صبحی چه اخباری؟ جون من تو خدا نگاه کن. باشه الان نگاه میکنم، بذار ببینم چه خبره. آقا ببینیم اخبار چه خبره. آقا ببینیم به مردم شهر عزیز لس آنجلس دیشب ساعت 2 نصف شب یه اتفاق خیلی بدی افتاده. رئیس کل بانک مرکزی شهر لس آنجلس به قتل رسیده و اون شخص کسی نبود جز لامار. توسط دوربینای مداربسته چهره این شخص شناسایی شده و متوجه شدیم که اسمش لاماره. از مردم عزیز شهر لس آنجلس میخوایم هر چی زودتر اگه این شخص پیدا کردین یا به قتل برسونین یا تحویل پلیس بدین. ممنون از همکاری شما. و اینم از تصاویری که دیشب توسط دوربینای مداربسته ضبط شده. لطفا خیلی مراقب خود باشین و اگه این شخص رو دیدین یا فرار کنید یا به قتل برسونید یا به پلیس زنگ بزنید. متشکرم از شما. خبرنگار شبکه شهر لس آنجلس. بدرود. بچه‌ها باورم نمیشه اون لامار بود. حاجی لامار داره چیکار میکنه؟ بذار بهش زنگ بزنم ببینم. گوشیش خاموشه. وای بچه‌ها دیروز صبر کن ببینم. دیروز یعنی لامار می‌خواست واقعا منو بکشه و اون رفیقش که زنگ زده بود جک بود کی بود؟ حاجی یعنی رفیقاشم واقعا کشته. سیمیون هم داشت راست میگفت که بهش حمله کرد. بذار زنگ به سیمیون بزنم ببینم. الو سیمیون. فرانکلین اخبارو دیدی؟ آره دیدم حاجی، این لاماره. مطمئنی لامار خودمونه؟ آره فرانکلین نمیدونم چه اتفاقی براش افتاده، این چرا پسر دیوونه شده. وای سیمیون نمیدونم، من خودم بابا مثل تو گیج شدم حاجی. لامار اصلا ببین من آخرین بار که دیدم همه چی اوکی بود. آره فرانکلین نمیدونم واقعا این چه شده، دیوونه شده چرا. وای ببین الانم به گوشیش زنگ زدم جواب نمیده. سیمیون میخوام برم جلدر خونهشون، تو هم میای؟ حاجی من نمیام، اون دیوونه. باشه من تکی میرم. خدافظ. بچا بریم جلدر خونه لامار ببینیم داره این دیوونه چیکار میکنه، چه اتفاقی داره میفته. بچا داریم میرسیم، فقط امیدوارم اتفاق بدی نیفته و اینکه تو کامنت ها بنویسید ببینم بچا لامار آدم خوبی هست یا نه، شما دوستش دارین یا نه، و اینکه دوست داشتنی کاراکتر چیتیه که لامار، سیمیون، مایکل، لستر هر کدومو خیلی دوست دارین تو کامنت ها بنویسید. من خودم لامار رو دوست دارم. وایسا ببینم لامار درو باز کن ببینم. لامار زنگ درو بزنیم. کسی خونه نیست. الان یعنی لامار کجا میتونه باشه؟ خونه مایکل. بابا اینجا رو نگاه کن، خونه یکی از رفیقای صمیمی. ماشینا رو میبینم که مایکل جان اینجا پارک کرده. بترک ببینم این ماشین مایکل، این هم از ماشین پسرش که قراره جیمی هم خیلی خوشحال بشه این صحنه رو ببینه. بترک دیگه. ای بابا برو اونور ببینم، برو اونور بذار اینم بتر کنیم. یکی من به خونش تیر میزنیم. این ماشین دخترشه. اینم از این ماشین کیه؟ این افکار ماشین آماندای دیگه. بذار اینم بهتر کنم و به خانوادگی عشق ماشینای بنزم فکر کنم، ولی خب دیگه ماشینی در کار نیست. اینم از این بهترک دیگه. لعنتی چقدر سگجون این ماشینش. اینم ترکوندم. این ماشینم دیگه نابود کردم. آقا بزن به چک دیگه و خیلی فرار کنه. مایکل لعنتی هم کل خونش دور میمدونه مثلا. اب نداره، دوست دارم ببینه که کار من بوده. الو جانم مایکل چی شده؟ فرانکلین لامار من کل ماشینای خونم رو ترکون. آخه یعنی چی؟ بچه این لاماره؟ این عکس لاماره؟ بنر
اسکنرشو همه جا زدن. مایکل گفتی چی شده؟ بابا لامار لعنتی دوربینا چک کردم اومده کل ماشینای خونمون رو ترکونده کلی تیر زد و فرار کرد. این پسر چشه؟ وای وای لامار خدا لعنتت کنه. مایکل خدافظ. بچا باید یه کاری بکنم. نگاه کنید همه جا عکس لامار رو زدن. چقدر قیافه‌شو ترسناک کردن. بچا لامار داره تبدیل به یه هیولا میشه. حالا من نمیدونم داستان از چه قراره. نگاه کن عکسش همه جا هست و اینکه الان همه مردم شهر مراقبن که لامار رو اگه دیدن یا زنگ بزنن به پلیس یا دستش فرار کنن دیگه. بچا باید برم شه لستر ببینم لستر چیزی راجع به این داستان میدونه یا نه. بچا بریم ببینیم لستر چیزی میدونه. لستر سلام. لستر چطوری؟ خوبی؟ سلام چطور فرانکلین؟ چه خبر فرانکلین؟ چه اتفاقی داره میفته؟ لستر لامار دیدی داره تبدیل به هیولا میشه داره همه رو به قتل میرسونه. آره فرانکلین میدونم خیلی وقت دارم راجبش تحقیق میکنم. خیلی وقت داری راجبش تحقیق میکنی. تحقیق چی؟ ببین فرانکلین من چند وقتی دارم راجب این موضوع تحقیق میکنم و متوجه شدم که یه گروهی هستن که آدما رو دستگیر میکنن و بهشون دی ان ای حیوانات وحشی میزنن و اون شخص تبدیل به حیوان میشه وحشی میشه. یعنی چی؟ بگو ببینم. این تابلو رو نگاه کن. کدوم تابلو؟ این عکس لاماره؟ آره خودشه. فرانکلین یه دارویی هست که مثل اینکه از حیوانات وحشی دی ان ای هاشون رو میگیرن و اون دی ان ای رو به انسان‌ها تزریق میکنن و انسان‌ها رو وحشی میکنن. و لامار الان جزئی از اون شده و لامار میخواد الان همه رو بکشه مثل یه حیوان درنده. خب چرا باید همچین کاری بکنن؟ فرانکلین نمیدونم مشخص نیست. عجب آدمی. خب نمیشه کاریش کرد؟ چرا فرانکلین همون آزمایشگاه رو من لوکیشنش رو تونستم پیدا کنم. باید بریم از اونجا پادزهر برداریم و به لامار تزریق کنیم. آزمایشگاه رو خب اگه میدونی همین الان بیا بریم. آره بریم فقط بعد کلی آدم بکشیم اونجا کلی نگهبان داره. اشکالی نداره بابا همشون رو دهنشون سرویس میکنن. بیا بریم من باید لامار رفیقمو حالشو خوب کنم. 10 ساعت بعد. لستر برو حاجی اینجا رو ترکونیم آتیش زدیم. بچا پادزهر رو تونستم بردارم. اوه اونجا رو نگاه کن چه خبره. اوه آژی خطراشون هم داره کار میکنه. بچا خیلی سریع باید اینجا خارج بشم. من رفتم پادزهر رو با لستر دزدیدیم. کلی آدم بودن همشون لباسای دلغکتور داشتن. من نمیدونم چه گروهی بودن و الان پادزهر رو برداشتیم. فقط باید لامار یه جای گیر بندازیم. عیف خدا. فقط بچا بر لامار باید یه تله‌ای بذاریم یه جا لامار رو دستگیر بکنیم و این پادزهر رو بهش تزریق کنم که لامار به حالت اولش برگرده. واقعا نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. فرانکلین این آدما خیلی آدمای بدجنسین. اصلا دلشون به کسی نمیسوزه. آره بابا مشخص بود دیگه. بچا معلوم نیست الان لامار نفر چندم بود و چند نفر رو اینجوری تبدیل به قاتل کردن. بچا ما الان بریم سمت محله لامار. میخوام برم سمت خونش مخفی بشم. لامار وقتی داشت میرفت داخل خونش وارد خونه میخواست بشه اینو تزریق کنم با یه اسلحه چیزی تیر میزنم و توی این گلوله بچا این پادزهره رو میزنم که وارد بدنش بشه و حالش خوب بشه. لسه لامار داره میره خونش. بچا اونها لامار داره میره اصلا هم حواسش نیستش. من از بالا پشت بوما باید برم و اینو منو نبینه. بچا برو بریم. یا بچا لامار خودشه داره میره سمت خونه. جلوی ورودی در خونه بچا میتونم خفتش کنم. بذار اسلحه رو در بیارم داخل این گذاشتم. بچا داره میاد. برو بریم. آهان بچا زدم. خیلی خب بچا لامار رو بیهوش کردم باید ببرم خونه خودم. 1 روز بعد. خب لامار الان بگو ببینم حالت خوب شده؟ آره فرانکلین جان چه اتفاقی افتاده بود؟ خیلی سرم درد میکنه فرانکلین جان چی شده؟ وای بچا حالش خوب شده خدا رو شکر حالش خوب شده. ببین لامار به تو یه اتفاقی خیلی بدی افتاده یعنی کلا دیوونه شده بودی می‌خواستی هممون رو بکشی. آره فرانکلین گفتی واقعا خیلی از دست خودم ناراحتم. من رفیق صمیمیم جکم کشتم. آره متاسفانه خیلی کارا کرد. درو زدن. پلیس درو باز کنیم ما بعد آقای لامار رو دستگیر کنیم. آقای لامار آره لامار تو زدی یه نفر رو کشتی. رئیس کل بانک مرکزی شهر لس سانتوس رو کشت و باید برای اون مجازات بشی. باشه فرانکلین من مشکلی ندارم. امیدوارم خیلی زود آزاد بشی رفیق. بچا به خاطر کاری که لامار کرده بود مجبور شد که 1 سال داخل زندان بمونه. لامار از کاری که کرده بود خیلی پشیمون بود ولی خب متاسفانه دست خود لامار هم نبود. اتفاقی که براش افتاده واقعا ترسناک بود و همه ما هم ترسیده بودیم و ناراحت بودیم. 1 سال بعد. خیلی خب بچا 1 سال گذشته و امروز لامار آزاد میشه و خیلی دلم براش تنگ شده. حاجی اینجا رو نگاه. سلام داداشم لامار. چطور لامار خوبی؟ چه خبر حاجی؟ دلم برات تنگ شده بود. دلم چطوری فرانکلین جان؟ لامار صورتت چرا تو این وضعه؟ ای فرانکلین لامصب دیروز از پله افتادم نگاه کن 1 روز مونده به آزادیم زدم صورتمو ناکار کردم. حاجی از پله افتاد نگاه تو چه وضعیه. لامار سوار ماشین شو که خیلی دلم برات تنگ شد و قرار بریم دور و عشق و حال کنیم. ای جانم بریم یه همبرگرم بخوریم خیلی خوشحالم. آقا برو بریم. لستر ساعت 12 شب. چی شده؟ چقدر سردرد دارم. ای خدا چه بلایی سرم اومده. دلم میخواد چند نفر رو بگیرم بکشم. من اومدم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو داشتی نگاه میکردی. اگه دوست داری این سبک ویدیوها بیشتر بسازم همین الان دکمه لایک رو بزن و توی کامنت ها یه استیکر آتیش بذار. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوهای خفن دیگه. بدرود.